ریشه ضرب‌المثل وعده سر خرمن دادن برگرفته از حکایتی است که جالبه. روزی مالک یک آبادی به خانه کدخدا می رود. سازن آبادی پیش مالک می آید و یک پنجه عالی ساز می زند. مالک که خوشش آمده بود وعده یک خروار گندم را به سازن می دهد. سازن خوشحال شد و تا موعد خرمن روز شماری می کرد. رفته رفته سر خرمن فرا رسید. مالک برای برداشت محصول به آبادی آمد و سازن با خوشحالی پیش مالک رفت و بعد از عرض سلام گفت: من همون سازن هستم که وعده دادی. مالک خنده‌ای کرد و گفت: ساده دل، تو یه چیزی زدی من خوشم آمد. من هم چیزی گفتم که تو خوشت بیاید. سازن با ناامیدی مالک را ترک کرد. از آن روز به بعد اگر کسی برای راه انداختن کارش قولی بدهد و یا پیش دیگری چاپلوسی کند، آن هم به قصد عمل نکردن به وعده خود، میگویند وعده سر خرمن دادن.